کلوب از جمله قدیمترین شهرهای آسیای مرکزی محسوب شده با تاریخ کهن خود توجه عالمان و سیاحان عالم را به خود جلب ساخته است. تاریخ بیش از 2700 ساله داشتن این شهر را حفریات گوناگون باستانشناسان شهادت داده. در تاریخ نامه ها کلوب همچون شهری آباد با مردم هنرمند و در عین زمان دلیر و جسور ذکر یافته است. آموزش تاریخ کلوب با دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2001 شروع شده تا کنون ادامه دارد. بازیافت قلعه قدیمه با عنوان قلعه کلوب در موضع امروزه گذر چرمگران یکی از شهرهای قدیمترین آسیای مرکزی بودن شهر کلوب گواه است. دیگر یادگاری‌هایی که پیدا گردیدند از دوره سلطنت کوشانیان، باختریان، هخامنشیان، هیتالیان، ساسانیان و غیره گواهی می‌دهند که در مورد هر یک این دوره‌ها در آثارخانه 2700 سالگی شهر کلوب معلومات مفصل با دلیل‌های واقعی محفوظند. در کلوب برای سیاحان مکان‌های جالب زیادند که معروف‌ترینشان مجتمع 2700 سالگی کلوب، آثارخانه تاریخی کلوب، آثارخانه شاعران سیدعلی ولیزاده و اشور سفر، مجسمه اسماعیل سامانی، میدان‌های پرچم ملی و نشان دولتی، مجسمه مادر، مجسمه عائله و چندین مکان‌های زیبا و دیدنی دیگر هستند. در شهر کلوب اینچنین برای مهمانان داخلی و خارجی شرایط مساعد خدمت رسانی فراهم آورده شده است. از جمله وابسته به خدمت رسانی نقلیاتی باید گفت که در شهر کلوب فرودگاه بین المللی، ایستگاه راه آهن و ترمینال مسافربری فعالیت می‌کند. جای ذکر است که به تمام گوشه و کنار شهر کلوب و بیرون از آن خط سیر نقلیاتی موجود میباشد. همزمان به غیر از آن که در همه دهه و محله ها کمش یک مغازه سودای مال‌های آمیخته موجود است. اینچنین 4 بازار کلان، بازار مرکزی سخاوت، بازار سامانی، بازار یکم می و دهقان بازار در خدمت ساکنان و مهمانان قرار دارند. سطح خدمترسانی طبی نیز به طلبات معاصر جوابگو بوده. در شهر و دهات کلوب شماره عمومی مؤسسه‌های تندرستی 101 عدد میباشند. جای ذکر است که با شرافت سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شهر کلوب به حیث پایتخت فرهنگی دولت‌های مشترک المنافع شناخته شده در آن مؤسسه‌های گوناگون فرهنگی فعالیت می‌کنند. در شهر کلوب 7 مهمانخانه اساسی خطلان، کلوب، چینار، کلوب پامیر، راه ابریشم، دورا و شام کلوب فعالیت می‌کنند که با تمام شرایط‌های معاصر تامین می‌باشند. اینچنین کلوب را با صنعت چکندوزی و گلبستش در تمام دنیا می‌شناسند. دیگر ویژگی‌های شهر کلوب این است که محله‌هایش با هنرهای مردمی نام برآورده از قدیم چنین نامگذاریشان حفظ شده است. مثلا چرمگران، نانبای و سر آسیاب. این و دیگر ویژگی‌های کلوب عامل جلب هرچی بیشتر مهمانان داخلی و خارجی گردیده است. ای وطن هر نفس کیزی هوایت بکشم، صدقه نامی وطن صدقه کلوب شوم. صدقه نامی وطن صدقه کلوب شوم. کوه دشت و دمن فصلی بهاران چی خوش است. کوه دشت و دمن فصلی بهاران چی خوش است. صدقه کوه و دمن
صدقه کلوب شوم صدقه کود من صدقه کلوب شوم شعری خلقی کهنه پهن شود روی زمین شعری خلقی کهنه پهن شود روی زمین صدقه شعر و سخن صدقه کلوب شود صدقه شعر و سخن صدقه کلوب شوم هرگاه که گذرد کرده چکن از نظرمه هرگاه که گذرد کرده چکن از نظرمه صدقه کرده چکن صدقه کلوب شوم صدقه کرده چکن صدقه کلوب